با سلام خدمت عزیزان. در مورد دردهای ناحیه شکم یا بالای شکم یا اپیگاستر دیده شده که بیمارانی مراجعه میکنن با این دردهای ناحیه بالای شکم تحت بررسی‌های گوارشی قرار میگیرن و به اشتباه تشخیص دردهای گوارشی برای این عزیزان داده میشه و متاسفانه این منجر میشه که بیمار دچار سکته‌های شدید قلبی و حتی مرگومیر شده. ما امروز یک بیمار داشتیم که آقای جوان 40 ساله بودن که در یک مرکز دیگه تحت بررسی گوارشی قرار گرفته بودن که به موقع به این مرکز ارجاع شدن و با تشخیص سکته خط قلبی تحت آنژیوگرافی قرار گرفتن. ببینید این بیماری بود که رگ اصلی قلبش از ابتدا کاملا بسته بود، همونطور که میبینید اینجا، و این بیمار قرار بود اندوسکوپی بشه که خوشبختانه به موقع متوجه شدیم و بیمار رو تحت آنژیوگرافی قرار دادیم. بیمار رگ اصلی قلبش باز شد و واقعا از عوارض خطرناک قلب عروقی نجات پیدا کرد. خیلی مهمه که بیمارانی که دردهای گوارشی براشون تشخیص داده میشه این نیم نگاهی هم به دردهای قلبی داشته باشیم و این منجر به این نشه که با تشخیص اشتباه بیمار دچار عوارض خطرناک بشه.